گفت باید قربانی کنی تا عبور کنی. گفتم قربانی می کنم. گفت باید وابستگی هایت را قربانی کنی. گفتم قربانی می کنم. گفت کافی نیست، باید قربانی کنی. گفتم منهایم را قربانی می کنم. گفت باز هم کم است، باید قربانی کنی. گفتم قربانی می کنم، خودم را، جسمم را، وجودم را. گفت نشد، باید قربانی کنی. گفتم دیگر مگر چیزی مانده؟ گفت باید دلدادگیت را قربانی کنی. ساکت شدم. فهمیدم چه میخواهد. از من میخواهد شمسم را قربانی کنم. گفتم آخر مگر میشود؟ این شمس بود که چشم مرا به نور تو روشن کرد. نه، نمیتوانم. گفت باید قربانی کنی، وگرنه عبور نمی کنی. گفتم آخر چگونه عشق را قربانی کنم؟ او ریسمان بین من و توست. گفت باید ریسمانت را پاره کنی. بند بند وجودم به التماس افتاده است. آخر چگونه میتوانم؟ از من چیز دیگری بخواه. اما او همچنان اصرار داشت که باید قربانی کنی. نگاهم را به شمس دوختم. موهایش سپید شده بود، از بس که برایم از عشق گفته بود و چشمانش مثل همیشه عاشقانه به من لبخند میزد. فریاد زدم و اشک ریختم. من نمیتوانم. شمس گفت من به تو درس پرواز را آموختم، باید قربانی کنی. حیرت کردم. او چه میگوید؟ از من چه میخواهد؟ او خود به قربانگاه آمده است. ای وای من، ای شمس من تا به این درس را ندارم. لبخند زد. باید قربانی کنی. من آماده‌ام. تیغ را از نیام کشید و به دستم داد. فریاد زدم الهی، او ریسمان بین من و توست. چشمانم را بستم. او گفت درس اول، تسلیم باش. گفتم قربانی می کنم و ریسمان را پاره کردم. چشمانم را گشودم، خود را در آغوش او یافتم. گفت من تو را بی واسطه می خواهم. گفتم شمس چه شد؟ گفت شمس در آغوش من بود. این تو بودی که او را رها نمی کردی. سکوت کردم.